به بیرون زد. با هم نگاه میکنه اینجا بود که اشتباه بزرگ مدافعان استقلال و طالبلو میتونست خیلی سریع یک که معروف رو تکرار کنه. بازی رو طالبلو باید آغاز کنه. زمش باید میاد به میانه زمین حریف، از همه عبور میکنه و به علی اصغر میرسه. علیرضا حقیقی، هادی نوروزی لب خط توپو میگیره. میگم شیطنت هم میکنه اونجا، هم نوروزی هم مهدی امیرآبادی. یه تذکر جدی هم میگیرن از سعید مظفری. با هم نگاه میکنیم، میتونیم بازی رو پی بگیریم که بازیکن پرسپولیس صاحب مقدمه میشن. اونجا یک برخورد، بادامکی خطا رو انجام میده و اولین بازیکن اخطاری این دیدار حسین بادامکی است. این دفعه دیگه واقعا سه اخطاره شد. حسین بادامکی بازیکنی که این چند هفته اخیر خوب کار کرده بود و شاید نیازی به تماس از سازمان تربیت بدنی نبود برای بازی نکردنش. شاید اتفاقات بعدی مسابقه صحت سقم این تصمیم رو تایید کنه. یه بار دیگه از سمت راست بازیکن استقلال حرکتی را آغاز کردن. بازی رو بهتر شروع کرد و به گل هم رسید تیم استقلال. حالا ببینیم واکنش این تیم چگونه خواهد بود. نامجو مطلق مانند همیشه در این چند بازی اخیر مدام لب خط و مرفاوی روی نیمکت نشسته. خسرو ایدری تو به سمت راست بر روی دروازه فرستاده بشه. علی دایی رو ملاحظه میکنیم به عنوان بازیکن با تیم پرسپولیس استقلال شکست داده و به عنوان مربی با تیم سایپا 2 بار تیم استقلال را شکست داده. تو به سمت راست توسط خسرو ایدری ارسال میشه روی دروازه، از همه عبور میکنه و از مقابل دروازه بیرون میره. علی اصغر از سمت راست حرکتی را آغاز کرده. بادامکی و سپر ایدری. جانواریو، خطای نوروزی اعلام میشه برای جانواریو. 20 دقیقه از زمان بازی گذشته و حساب کار 1-0 است به نفع تیم استقلال با گلی که فرهاد مجیدی به ثمر رسوند. حنیف عمرانزاده، اکبرپور خوب و پرتلاش بازی کرده. سیاوش اکبرپور، یه بار دیگه سانت انجام میشه برای مجیدی. 8 گله شد در بازی این فصل فرهاد مجیدی. مجتبی ظاهر، نبی‌الله باقریا و جلال اکبری نیمکت نشینان پرسپولیس لحظه دیدید. احتمال حضور مجتبی ظاهری به خصوص اگه پرسپولیس کماکان بازنده باشه هست. یه تکل از سیاوش اکبرپور و کارت زرد هم میگیره اکبرپور. تکل بعدی رفت اونجا رو پای هادی نوروزی. اینجا از پشت سر تک زد. سیاوش اکبرپور. دایی در کنار زمین صحبت میکنه با جلال مرادی. سابقه درگیری با هم دارن علی دایی و جلال مرادی در زمانی که بازی میکرد. علی دایی پرتاب بازیکن پرسپولیس.
زمین میدان حسین بادامکی برای هادی نوروزی توپ انداخته میشه. امیرآبادی رو خیلی قشنگ جا میذاره خود هادی نوروزی، میذاره پشت محوطه جریمه. شکوری، کاظمی، فقط تو ایرانی همچه حرکاتی با تشویق تماشاگرها مواجه میشه. سپر حیدری برای شیس رضایی، عادل کلاهکج، یه باسه در اون برای هادی نوروزی و آفساید. آفساید هادی نوروزی اعلام میشه. این لحظه است که آفساید اعلام شد از هادی نوروزی. بازی رو وحید طالبلو با دادن ضربه بلند آغاز میکنه. تو به فرهاد مجیدی میرسه. حالا سید صالحی در محوطه جریمه و پای راست ضربه رو میزنه و حقیقی توپ رو میگیره. ضربه عجیب حقیقی تقدیم میکنه به جانواریو. حالا حسین بادامکی پا به توپ حرکت میکنه. خود بادامکی برای محسن خلیلی بعد مقابل پاش عبور میکنه. حقیقی کماکان دارن نیمکت نشینان عذرخواهی میکنه. بازی رو بازیکن پرسپولیس آقا بچه‌ره علیرضا حقیقی را ملاحظه میکنید. عادل کلاهکج این بار از سمت چپ. کلاهکج برای بادامکی توپوی عوض فرستاده میشه و از اون سمت رو به بیرون میره. سوال پیام کوتاه برنامه فوتبال برتر را ملاحظه میفرمایید. میتونید در این مسابقه شرکت کنید. بازی را وحید طالبلو بعد آغاز کنه. کاظمی، سپر حیدری توپو برمیگردونه. علی اصغر، علی فرمانزاده در سر رو میزنه. خسرو حیدری میشدم میانه میدان دیده شد تا سمت راست. خسرو حیدری، شکوری حالا برای حیدری میندازه. پرتاب شکوری انجام میده. کریم باقری ضربه سر بازیکن استقلال میزنن. حیدری و بازی خطرناک خسرو حیدری گرفته میشه. شیس رضایی سریع آغاز میکنه برای محسن خلیلی و وحید طالبلو توپو در اختیار میگیره. سریع بازی رو آغاز میکنه. اونجا توپو شیس رها میکنه تا به حقیقی برسه.